ترا من دارم خلافظ میکنم تو رو خدا بذار تموم بشه این من صداشو خفه کن. مامان محمد میگه مامان با چی میگه مگه بهش میگه تو داری با من حرف نمیزنم من نگاه کنم میگه گونه خورده. مامان دارم خلافظ میکنم پیسیس به خدا حرف نمیزنم تو میگه من مسئلهشون داره میره ها داره میره نگاه کنم نمیدونم خب. جمع میگردم خب این چرا به گونه نخورده حالا اینجا نه من بودم. مامان میگوزه هی مامان دید من گوشیدم. قسم بخور چیز دیگه کره خورده کره من گوز میاره آره دیگه میخواد تو جمعش کنم به مرگ بابا مهدی من نبودم. به جز مهدی من نبودم. قسم راستشو گفتی به مرگ حسین من نبودم. دست معلومه که تو قطعا نه هستی خودتو نکنه حالا چیزی حسین بمیره اصلا دلشون تنگ نمیشه واسه بچه‌ها اگر من دروغ گفته باشم ایشالله چرا؟ فردا خبر حسین مرگ دلش بابا رو بیارم. حسین و ملیه دلشون تنگ میشه شده هرچی دمشون بود بارم چیکار کنم مامان بار ما کردم بار این دوتا نکردن که ما محمد رو تو گلستان دیده بود ملیه به محمد گفته بود مامانی کی میای خونه ما آره برگشت محمد سوارشو ببری بهت. تو کجا؟ اینم گفته بود باشه مامانی میام مامان کی بعدن گفتم انقدر دروغ نگو. گوه نخورا اصلا منو خراب نکن. مامان اینجا جا داره بهش بگی گوه نخور مامان سینا یواش خیلی این بار میگم به مرگ خودش. به مرگ یه خودش. بار دیگه گوشت تو لپ من چاله درد میگیره کجاست چاله؟ مگه اینجا دیگه نزنم. اینجا وسط خب مامان به مرگ خودش دارم میگم که تو حسینه کسی بهت نگفت چیز پیرین جدی بابا